نمیخورد و مخالق قشرین بوده اما زیاد چهره نورستانی ها را داره. مشکلی است یک تا خوشم آمد چندین دانه خوشم آمد کدامش آدم بگیره. چندین دانه رو بگی. رئیس بولانی فروشی استن. همه تو میگه دیگه. ما دیگه رئیس دخانه هم میاد در بیرون. گندنی افغانی است گفت اما از اسپانیا جور شده. دیگه کاردش مکسر گرفتی نه؟ دیگه قیمتش کم بالا بود برام کم نکرد از فایده نیست. من 17 سال پیشتر اولین رستوران افغانی رو ساختم. حالا ماشاءالله 40 رستوران افغانی است. ما از کابل است. از کابل است؟ نه کلگی میگه از کابل است. چی یک بیرق مقبول افغانی؟ امروز یک کسی میخوایم گپ بزنم. این قسمی گپ. برند آریانا سعید نداری؟ نه دیگه اونا موتشان رفت. من خودم زیباترین قلب دنیا را دارم که توتی الماس بزرگ دنیا است. بولانی افغانی است خو عربا یک چیز دیگه میگه 3 یورو you give me discount قد تعمل له for you free. सब दिल्ली से आते हैं अफगानी नहीं है यहाँ पे क्यों नहीं अभी दिल्ली अच्छा ये कॉलेज دیگه دست دوسته نه برند آریانا سعید داری ما هم افغان هستم. افغان هستی من مکزیکن معلوم میشی دیپارتمنت آشپزی بله چی رو پخته میکنی همین گریز هم تایرای امریکایی آمدن لباسای آریانا سعید برند آریانا سعید دارین اینا ما رو بگیرن باز یک 50% تخفیف است یا فری یک جای خوب که در افغانستان هستین و هر چیزی که افغانی که بخواین غذا لباس اینجا پیدا میشه و ای که بسیار افغانا را آدم میبینه ساعت آدم تیر میشه فینا چیز از طرف ما باش. نه توفه نه توفه نه سلام برسه خوب هستین یکم نزی آمد خوبه خوب هستین بخیر صحتمند اسمتون چیه خانم؟ سیما جان سیما محمدی. از افغانستان هستین بله ماشاءالله از ولایت پروان. خب پروان چاریکار چاریکار. چارده قربان. سالنگ چارده قربان. چاردی قربان خب از قربان. شما دیگه رئیس بولانی فروشی استین همه تو میگه دیگه. شما سید دیگه کسی نه خودم هستم. اوکی. چند وقت میشه جور کردین ما تقریبا اینجا دیگه 1 سال میشه که 1 سال میشه 1 سال میشه که جا آمدیم. 1 سال میشه دیگه ماشاءالله خوب دکان مقبول تمام بسیار پاک صفا منظم. سلامت باشین. تندوری از بولانی بله تندوری است. بولانی تندوری ماشاءالله شکل بولانی چند سال میشه آمدن ما تقریبا دیگه 15 سال میشه. 15 سال میشه 15 سال شده که آمده ما. بله نالندی سیم دیگه خودتون از کجا آمدین؟ ما از پشت کو ما راستی از پشت کو آمدیم خاله. پشت کوی کجا؟ پشت کوی نورستان. نورستان؟ بله. نه اینجا کجا زندگی میکنید؟ اینجا خب ما از آلمان آمدیم شوف از می هلند است. ما را کسی از کجا آمدین ما دم اصل جای میگیم که اصل از کجا ما آمدین؟ اصل جای آدم که بگی و نموسته دیگه. اصل جای از نورستان آمدیم. بسیار خوبیش. بسیار نورستان بسیار جای خوبیش. بسیار مقبول جای است. بولانی خوردیم دیگه یعنی حتما باور کنید بولانی تندوری دیگه مزه داره. میشه پسان بیم ما خسیر است مگه شو خاطر میتری بیشتر وقت نوش جان خیر ان شاء الله دیگه رفتم ان شاء الله بخیر سلامت باشید. تشکر بسیار جان اکرام پیام داشته باشید نگاه تا پیام اینترنت قطع است نه قطع نشده بود نه جور شده که پیام بدین در پروان چاریکار پروان چاریکار رو هر کسی که در پروان هستین ان شاء الله که جای باشین جور آرام باشه کل هموطنای ما کلگی افغانای ما ان شاء الله جور آرام باشین بیاین باز بخیر در خدمت هستیم برای بولانی خوردن جانم که براتون بولانی های تندوری نام دکانتون بگین چی است بهار بولانی پشت سر ماما در زال 30 زال 30 بله زال 3 بهار بولانی 30 زال 30 دیپارتمنت سی دیگه بخش سی بخش سی اینم جا بین دیگه دیگه اینجا با هستیم بخیر در خدمت هموطنای ما هستیم هر کسی که میه خوش به دیگه ان شاء الله که موفق باشین شما مرجع باشین آرام باشین سلامت باشین خدا خاله جان خان بعدن یک دونه میتونم بگیرم والا که دل ماشاءالله میریم اما میگیریم با شرط پیسه‌ش هم میتونم نه دیگه میمان مستی دیگه نه بود اینجا یک دونه میتونم تشکر استاد شما میخواین صحبت کنید کم اسمتان اسم ظلمای هستم ظلمای خوش شما رئیس هستین یا به حساب اسیستان معاون هستین
معاون هستیم رئیس سک. رئیس ایناست هم؟ خونه راست میگه راست دیگه. ما دیگه رئیس در خانه هم نیاز در بیرون هم نیاز. اما رئیس دکان شماست رئیس خانه اوناست. خانمتان هست. بله بله. بسیار یک دکان مقبول است. زنده بسیار باشید، زیاد یک شما دکان مقبول مقبول است. خداوند همیشه سلامت باشید. کامیاب داشته باشید. بسیار یک ابتکار خوب در آلمان رقم نیست که یک زن شوهر بیاین یک دکان که مقبول شد. اما شما یک ابتکار خوب تو بود در بی‌پرواهی اگر هر چیز بود بولانی نبوده. بولانی نبود. ما آمدیم ما رو بولانی زیاد شده دیگه. خب بولانی زیاد شده دیگه. از شما متفاوت است از شما دیگه. این بولانی نیست در بی‌پرواهی. این بولانی نیست این کار تنبیلی ولی ما سیر هستیم خیر حال یک تو میگیریم خیر شما هم از توریکار هستیم دیگه چند سال میشه؟ 26 سال دیگه؟ خانم چند سال میشه؟ که این هستیم بله حالا یک 13 سال میشه چیز ریبون مدرسه خیلی بریم دیگه خاله جان هم ماشاءالله خوب بلانی پخته میکنن. خاله جان گندنه افغانی هستی؟ این میکس است تنها گندنی افغان نیست. گندنه اسپانی هست همین فرای خود ماست. یک جای دیگه رفتیم براستی گفت گندنه افغانی است گفت اما از اسپانیا جور شده. راست میگم اون رو من داشتم این هفته نامده که بر ما بیاره. اصلا داریم ما او بولانی افغانی رو که گندنیش داریم. یا هم خوب تریک است که بغلایش چی میکنین. ما هم در خانه کت کارت چی میکنم باز کلگی مرا میگه چه حوصله داری پس چرا میکنی؟ نه این خوبش میانه که از ما باز داشتی ساده داشت میندازه باز کنم خاله جان؟ بله. پایانه؟ تشکر خاله جان از خاطر همه چیز. بخیر باز هم میبینیم. خوش شدم بسیار زیاد. ما خوش شدم بسیار زیاد. بسیار زیاد خوش شدم. خداحافظ خاله جان. خداحافظ پسان میم سیر هستیم باز پسان میم امرا میکنیم تشکر شکیب جان اینا بردم تا بولانی هم خوردی 2 جای بولانی خوردی این بولانی رو نخوردیم دیگه گفت پسان باز میخوریم یک کم گوش نشوید سیر بودیم نمیخوردیم و با خاله قشرین بوده که نگاه کرد به ما در گفتکی را خیبرین در موتر بخورین یعنی گفتیم سیر هستیم خاله زیاد شله شد گفت هر چی که کدیم قبول نکرد خاله گفت بخورین باز گفتیم شمی بولانی رو نگاه کنم پسان اگر شد گوش نشدیم باز میریم اون رو میخوریم دیگه خاله جان بسیار از ولایت بروان بودن بسیار ممنون خب کجا میریم شو خاله آله میریم در دکان افغانی من یک چند دیگکای افغانی کار دارم خب شکفه جان میخوای یگان دیگه بخار افغانی کار دارم چیز بخره به خانه خود میریم میتونی به دوستام نشان بدی اگر دیگه میخری خواهد اینجا بگیری چطور؟ از اینجا میگیرم بخالا یا بریم یک دکان افغان اسمتان چی هست؟ اسمم سعید وحید. سعید وحید جان از کنر هستی نه؟ بله از کنر چهرهت نورانی معلوم میشه همسایه هستیم از نورستان شما نورستان هستید؟ بله یا خب بسیار خوب مگم بسیار خوب صحبت میکنین داری تشکر خب در کابل کلان شدیم خب بسیار خودت در کجا کلان شدی در کنر؟ نه در کنر نه در ننگرهار بله سابق نورستان کنر یکی بود خبر داری شو؟ نه کم زیاد معلومات ندارم خب نورستان مربوط کنر میشه بله ما یک کنری هستیم هم افغانستان اما زیاد چهره نورستانی ها را داره گفتم یکی است مردم کلش یکی است اونجا نجاتشان افغانستان همشان دیگه این دکان از خودت است؟ بله از خودم است یک دیگ می‌خریدیم تخفیف میدی یا نه؟ صدقه سر جای خودتان است دیگه خشوکفه جان خریداری خدا میکنه یک دیگ بخار می‌خری دیگه خیلی باش که دیگه مشتری هم منتظر تان است در گپ مسئول نه هیچ مشکل نیست دیگه پلاو خوری دیگه آبلی خوری دیگه بولانی خوری همه چیز است سیب باشه که چند دانه دیگه کا داشته باشه بله داریم چون که 4 سیتم داریم 9 تکن داریم سیتم داریم بیرون همشان شمادل و چیزاش هست اگه بیرون شما که خوش کنید سیاه شکفه جان گرفت دیگه مکسر گرفته البته مکسر کار داشتی دیگ کار داشتی مکسر گرفتی نه
قیمتش کم بالا قیمتش کم بالا بود برام کم نکرد از خاطر گفتم مرا تیر از دیگ مرا تیر از آشپزی مرا تیر از قبلی مرا تیر از پلو گفتم من میرم میکسر میگیرم که هر روز جوس بخورم نه با جوس کنم نمیشه با رستوران ها دیگه خیلی نان میخوریم مجبور دیگه حالا از خاطر که یک دفعه دیگه میگرفتیم کدام مشکل نه حالا از خاطر تخفیف نداری نگرم حالا از خاطر یک نخریدم که قیمت بود خدا چقدر تاوانیشم در بیرون آن بخورم نه انشالله مکسر گرفتیم دیگه روز میوه میخورم با میخورم انرژی است میوه میخورم 2 سال هم گارانتی داره صحیح است اصلا 1 سال گارانتی داره خودت 2 سال میتی 2 سال به شما نه امی دکان تو مدرس چه بگو بیان بود دکان ما آدرس ما در زال 30 زال 30 ها دل چاینا تاون زال 30 بفروایک بازار حالا هر کس که بیایه باز به خاطر نام مرا بگیره برش فری میدن 10% اضافه سرش بله بله حتما چند فیصد برشان تخفیف میده 20% 20% کم از سال 50% بدن هیچ وقت 20% فایده نیست آره شوخی میگم دوستای مثلا تخفیف میده حتما چرا نه دوستا این رو شکوفه نورستانی شکوفه نورستانی بله دیگه باز تشکر بسیار تشکر خوشحال شدیم چای نان چیز برای سلامت باش سلامت باش تشکر گفتیم سلامت باش گفتم یک کارتن خالی داریم خداحافظ خداحافظ شکوفه جان بریم دوی دکان یک شکر که اجازه میتن نمیتن سلام خاله جان علیکم سلام خدا کنه که خوب باشین تشکر شما خوب هستین نام خدا دکان تنیدم خوب پیرانای مقبول دارین تشکر شمایتان مقبول است خودتان مقبول است تشکر خودتون دیزاین کردین یا نه دکتر اکرانی هم دیزاین میکنه بله دکترتون دیزاین میکنه نام خدا خوب مقبول دیزاین کردن تشکر باز دخترش شما میکنین نه خیر افغانستان جور میکنه خوب از افغانستان کلش آمده اونجا فرمایش میدین اونجا جور میکنن میدیزن میارن بله لباسای آریانا سعید دارین برند آریانا سعید نه خیر ندارین اما اینجا از برند آریانا سعید که مقبول تره بله اکثریت برندهای خود دختری ماست که دیزاین میکنه جور میکنه آماده میکنه دیزاین‌های مختلف چینل اینستاگرام هم دارن بله برام محتاب بیوتیک محتاب درست است بسیار نام خدا مقبول دیزاین کردن نام خدا تشکر چند سال در هلند هستین؟ ما تقریبا 20 سال میشه خب 20 سال میشه هلندی هستین دیگه نه دیگه تولد خلاص شد در کشور کردن تولد شد دیگه اونجا چند سال از دکان تاسیس کردین 4 سال میشه کلش از افغانستان میاد دیگه بله بله افغانستان حتما اینجا میگن چیزاشو جور میکنین دیگه نه هیچ چیز جور نمیکنین یگان چیزای پیران دیزاین ها و چیزا رو نه یگان جاش که بین راه اگر شیشه و سوراخ شوه یا خودم زنجیری بیفته و میتونیم ترمیم کنیم تا غیر از اون قیمتاش باز چند است قیمتاش مناسب است دیگه از 80 شروع است تا 300 80 دوستای عزیز قیمتاش 80 یورو تا 300 یورو 80 افغانی تا 300 افغانی صحیح افغانی اما اگه نام ما رو بگیرن باز یک 50% تخفیف است یا فری میشه خاله جان نه ان شاء الله که بیان دوستا بیان و تون بیان خدمت هستیم قیمتای مناسب برشون عرضه میکنیم ان شاء الله ما دوستای عزیز ببینید یک دکان مقبول است ماشاءالله نامش هم بگید اینجا نام دکانش مهتاب بوتیک است که همه چیزا را خودشان از افغانستان میخواین اما برند آریانا سعید نداره دیگه ان شاء الله کوشش میکنیم که آماده بسازیم برای دوستای عزیز برای ان شاء الله ما این پیران که شما آمده چند از خاله جان قیمت از این پیران که شما آمده 180 افغانی بله 180 180 افغانی خواست باز با ما چند از خاله جان شما هر چی بخواید تشکر مقبول هستم خدا زیاد مشکلی است یک تا خوشم آمد چندین دانه خوشم آمده کدام شادم بگیره چندین دانه رو بگی مثلا افغانی کلی نام خدا خوب از خودمون در جان کس از افغانستان خریدیم خوبش از دیگه تکای گلنگار است به حساب ما تو گفتم که مک سادگک باشه وقت بیرونی یا خوب مقبول میگه نام تشکر شمایت هم مقبول است خاله جان باز کرام میتین خاله جان نه خیر کرانه خب کرایی نیست دوست از خاله جان تشکر بسیار زیاد تشکر از شما زنده باشید
تشکر از معرفی که شدیم باش. من جان خوش شدم از من. زنده باشی. خوشحاله جان. دوستای عزیز شکوفا جان رفت که یگان لباسای افغانی چیزا بخره. ما میرم که من امروز دوستای افغان ما معرفی میشم. اینجا یک رستوران است که پیشتر امروز صحبت کردم، گفت میتونی بعداً بیایی ببینیم اگه وقت داشته باشه میتونم امروز صحبت کنم. سلام، خوب هستی؟ بخیر حتما. رئیست کدام است؟ همون آدم است؟ رئیس کی است؟ همون آدم است نه؟ بله؟ خودت سیرت نشه، خودت رئیس از دیگه آدم. خب امروز یک کسی میخوایم گپ بزنم. این قسمی گپ باشه بابر صاحب بیا. صحیح دوستای عزیز گفتم امروز کسی گپ بزنم، میگه چه قسمی گپ میزنی؟ گفتم قسمی گپ میزنم. شوخی کردم، خفه نشی. از کجا هستی؟ مزار شریف. اوه مزار شریف. خودت در کدام دیپارتمنت هستی؟ ما دیگه در بخش آشپزی. دیپارتمنت آشپزی؟ بله. چی پخته میکنی؟ ما دیگه کباب تمام شده. کباب. اوه ماشاءالله. اسمت نگفتی؟ حبیب هستم. حبیب جان از مزار شریف در شهر بی‌فروای زندگی. در شهر بی‌فروای که تنها زندگی میکنی یا همراه فامیل هستی؟ چی نه تنها هستم. بله. مدت 7 سال است که در اینجا کار میکنم. بخش 7 سال؟ بله. 7 سال است که در این رستوران آشپز هستم. همین آشپز در این رستوران هستم. خوشحال شدم. سلامت بخیر باشید. عامر صاحب اجازه است وقت داریم؟ دوستای عزیز داخل یک رستوران افغانی آمدیم دیگه. امروز یک هموطن ما صاحب هتل هستین دیگه شما؟ بله. خب اسمتون چی است؟ سلام و درود به بینندهایی که همین لحظه ما را از پرده های صفحات اجتماعی میبینه. من حاجی نوروزی، اینجا کشور زیبای هلند و رستوران مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بسیار خوب. خوشحال شدیم از شما. تشکر از اینکه وقت دادین امروز شما مصاحبه کردیم. زنده باشید. دیگه شما رئیس مالک همین هتل هستین؟ در حقیقت مالک هر شی خداست. این امانت چند روز نزد ماست. من 17 سال پیشتر اولین رستوران افغانی رو ساختم. حالا ماشاءالله 40 رستوران افغانی است. ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید. بر خاک مزار ما دستی به دعا باشید. ماشاءالله. البته اینجا یگانه رستوران مقبول هم از شما هست. دیگه بهترین رستوران استقبال مکان جای گشتم. از خدمت بیننده‌های صفحات اجتماعی شوم. اینجا بازار بی‌فروای است. نام دومش افغانستان کوچک گذاشتیم. من خودم یک فیلم 24 ساعته ساختیم در صفحات اجتماعی به نام افغانستان کوچک است. خودم رول مرکزی رو بازی کردیم. اینجا زیباترین رستوران است، ولی من خودم زیباترین قلب دنیا را دارم که توتی الماس بزرگ دنیاست. دانی که بعد از عمر چی ماند باقی؟ مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. اینجا غیر از اینکه رستوران است، سرچشمه عشق، محبت و انسان دوستی است. هر کسی که میاد اینجا احساس میکنه که خانه خودش است. و غیر از او بسیار غذای لذیذ، بسیار مهمان نوازی به همتا داریم. آغوش ما به روی کل دوستا باز است. مولانا جلال الدین محمد بلخی، ولی نام لاتین رومی گذاشتیم که بله. ما یک ویدیو جور کردیم در این باره باز لطفاً نشان میدم. حاجی صاحب گفتین از قلبتان گفتین، درباره بگین منظورتان چی بود؟ گفتین قلبتان. اگر این چشم بیدارم نمی بود کنون با غم سر و کارم نمی بود. اگر قلبم درد نمی داشت درد انسان بشر بودن سزاوارم نمی بود. شعر مولانا. باز تکرار میکنم که بعد از عمر انسان نه صورت به صورتمندا میمونه، نه ثروت به ثروتمندا. همه چیز میره. آنچه که باقی میمونه خدمت برای جامعه بشری و انسانیت. و سلام. چند سال در هلند هستین؟ 26 سال. قبلا در افغانستان بودین دیگه؟ بله. قبلا هم تجارت چیز داشتین؟ قبلا وظیفه دولتی داشتیم. اینجا که ما مثل صدها هزار افغان آمدیم چون کار اجتماعی رو دوست داشتم، خواستم که با مردم سر کار داشته باشم. همین کار اجتماعی رو انتخاب کردیم. بس کار مستقل است دیگه. خودتون راحت هستین، خودتون رئیس هستین. آن چیزی که هست انرژی میتیم، انرژی میگیریم. غذا که مزه‌دار بود، برخورد شریفانه و دوستانه بود. مردم سپاسگزاری هم میکنه و یک خاطر هم بخود میبره. تشکر از شما. ماشاءالله بسیار یک رستوران مقبول است. چشمای شما مقبول است. سلامت باشید. نمای بلخ زیبا. اون طرف هم تمام جای زیبای از افغانستان. دوستای عزیز بسیار یک رستوران مقبول شیرخ هم داره اینجا.
دیگه حتما اینجا سر بزنین. حاجی صاحب مادرس هم بگین شهر بیفروای کشور زیبای هلند، شهر بیفروای، بازار بیفروای. فقط در یوتیوب که و در گوگل بزنین که بازار بیفروای، پست لایسل یا پست کود، آدرس، اشتراسه، همه چیزایش برای شما میاد. البته هلندی ها میگه دی بازار، نه دی بازار. در گوگل که بزنی دی بازار میاد. نه فقط در گوگل هم نوشته کنید که بیفروای بازار. تو عزیز نمیشه حتما بین حاجی صاحب. بسیار آدم شریف، آدم یار زنده و صحبت باقی. تشکر، بسیار زیاد تشکر. زنده باشین، روز خوش بتون. شما سلامت. نه خودت نامدی، اونجا آمده. سلام. اگه آمده باشی واسه حرکت میکنی، مشکل نیست. خب یه چی گپ است دیگه؟ خوش نداره شوخی میگم. نه اگر چیز آمده بود باز من کت میتونم. کلام اگر یوتیوب ببینه بتون. نام چینل چیه؟ کلام 786. خودت کجا زندگی میکنی؟ امی صدایت خوبه؟ صدایت خوبه؟ صدایت خوبه؟ دوستای عزیز اینی هم کارت حاجی صاحب دکان مولانا، رستوران مولانا است. این اینجا حتما سر بزنید. تشکر. تا دیدار. خداحافظ، تا دیدار بس. دوستای اینجا یک دوست افغان دیگه ما معرفی شدم. اسمتون چی هست؟ رضا هستم. رضا جان. خب چند سال در هلند زندگی میکنید شما؟ 30 سال. 30 سال. سال یک عمر است دیگه. آره دیگه 30 سال یک عمریه. دکان چی هست اینجا الکترونیکه. خب برای صوتی تصویریه تو پیپر. دکان از ایران هستین از افغانستان؟ از ایران هم، ولی خب همزبانیم دیگه. خب به خاطر لهجه تا مثل افغانا بود. خب دکان الکترونیک است. بله بله. ای کلش دیگه دست دوسته نه؟ نه نوست؟ آره اینجا اجازه نیست دست دو بفروشه. آره اینجا اجازه. به خاطر ببخشید دست دو گفتم که مدل‌ها ببخشید قدیمی معلوم میشه. مدل‌های نو نیست نه؟ یا بعضی نه مدل همه نوه. خب اما نوست؟ آره دست دو اجازه نیست فروش بشه اینجا. آره هلند دیگه. آره هلند دیگه. بسیار خوب. دست دوم اون یکی حال 5. بله لیلومی دیگه. ما لیلومی میگیم ما افغانا. ما بگیم دست دو. خب بسیار زیاد خوشحال شدیم. خواهش میکنم. روز خوش. روز خوش. دوست ما ایرانی بود. اگر میتونم رایش کوتاه صحبت کردیم. میریم پیش که ما باید شگوفه را بپالم که شگوفه کجاست. باید در زنگ بزنم که کجاست، چون مرا گفته بود 10 دقیقه بعد میبینیم و میبینیم اگر کدام افغان هم پیدا شد امروز صحبت کنیم. یک بازار مقبول است اینجا. ماشاءالله یک بازار، یک رستوران ها، یک دکان های مقبول است اینجا که ما هیچ جای ندیدیم. چه یک رستوران مقبوله. الو رستوران افغانی است چه؟ ای افغانی است؟ رستوران افغانی عربی؟ عربی اوکی. Okay. No. English? You speak English? Yes, I can. You speak English? Yes. Okay. This is the restaurant? This is a restaurant. Okay. What kind of food do you make, you know? We have Arabic tradition. Arabic like, traditional? Baklava. Baklava, okay. I know baklava. Simit, a lot of things. What's this? This is bread with spinaci with a lot of things. We have Okay. with potatoes. We have with a lot of. I think this is bulani. We call it bulani. Bulani, yeah. Yeah, you know? Bulani. Afghan bulani, yeah. Afghan, yeah. This is bulani, Afghani. است خو عربا یک چیز دیگه میگه. What do you call it again? And this is chicken.
Chicken bologna? Yeah. Chicken bologna? Okay. Bologna, potato. We have only potato bologna, you know, but you have chicken bologna. Yeah, you have only chicken. Yeah. No, potato. Potato. Yeah, you have all chicken. This is potato. Yeah, this is potato. How much? How much cut? 3 euro? €3, yes. You give me discount? cut تعمل له? For you free. Free? No, thank you. No, thank you very much. Yeah, no No, the size is مفترض नहीं तुम discount भी देगा नहीं. No, I don't want. Thank you. No. I'm full. You know, Yes? I'm full. Thank you very much. Next time, okay? What's your name? Yaman. Okay, next time I will come. Okay. Thank you. Bye. This size is no. ये मैं खास एक बोलोनी रहा मुफ्त बता. ما بيعطل المحل شلون بيقدروا يشوفوا मैं खास एक बोलोनी रहा मुफ्त बता. شوخی کردم discount بده گفت بعد مفت میتم. خب من نگرفتم. کیش کم آمد سیر است. به او خاطر باز گفتم کدام وقت دیگه اگه شد میام ان شاء الله. Hello? Afghani? Yeah. You are Afghani? No. Where? Indian? India, yeah. Indian? Okay. हिंदी आता है? हाँ. ओके. तुम कहाँ से हो? India. इंडिया से हो. अच्छा. मैं 2 साल में था इंडिया. अच्छा. इंडिया में था 2 साल. शिमला में. अच्छा. शिमला में. तो ये सब कहाँ से आते हैं? India. इंडिया में नहीं, किस शहर से? Delhi. दिल्ली से आते हैं? अच्छा. सब दिल्ली से आते हैं. Yeah. अफगानी नहीं है यहाँ पे? No. क्यों नहीं? We Delhi then. अच्छा. शुक्रिया. برای شوخی کردم که افغانی نداری. همش لباس دکان هندی بود، لباسای هندی بود، کلش از هندوستان می آمد، از دیلی می آمد. اینجا دوستای عزیز فکر کنم یک دکان افغان است بالا. ببینیم مصروف هستن که تا خلاص شدن. شما نیستین در فیلم نیستین، ما خودم هستم. یک کم مصروف است، مشتری داره، مشتریش خلاص شد بس داخل میرم. البته دکان لباس فروشی لباس های افغانی است. چی یک بیرق مقبول افغانی. استاد تا میریم داخل این دکان. دوست عزیز که چی است؟ سلام برسه، خوب هستین؟ بخیر حتما. اسمتان چی است؟ اسمم میترا است. میترا جان. میترا از افغانستان. بله. از کجا افغانستان هستی؟ ما از کابل هستیم. از کابل هستی؟ بله. نه کلگی میگه از کابل هستم. از کابل هستیم، از دی افغانان هستیم. هم از پدر هم از مادر. از سر مخزن کابل هستیم. خب بخی از این کابلی اصلی است دیگه. کابلی هستیم. بیچاره هستیم. میترا جان از کابل. درست نام تو بله. گفتم. میترا جان از کابل. ماشاءالله بسیار یک دکان مقبول، بسیار یک دکان قشنگ. لباسای افغانی. ما یک فیلم بگیرم. ماشاءالله. ما باور کنین من نیم ساعت منتظر بودم که اینا همراه مشتری بودن. کامرای شرکت مصاحبه کردم. لباسایش برای زیاد خوشم آمد. میترا جان این لباسا از افغانستان میانی؟ 100% بله. از افغانستان. برند خودت هست؟ ولی برندای خودمون هست، ولی بعضیا میان فرمایش میتن از کس دیگه میارن برشان تیار میکنن. خب برند آریانا سعید نداری؟ نه دیگه اونا مودشان رفته. آریانا سعید میگم مودش رفته. برندای دیگه هست، نه اونا مذاق کردن. اونا دوست داشتنی هستن تا آخر. نه زیادتر لباسای برندای آریانا سعید دوست داری نه؟ 100% چرا؟ از دل بگین دیگه خیلی. خانم هستن همیشه ما آواز نه بدون از اینکه خانم هم تو علاقمند هستن. خانم پرشجاع هستن چرا؟ شوخی کرده. دیگه برند آریانا سعید نداره چون آریانا سعید هم نو شروع کرد برند خود که چی شد باز. بس از همون خاطر ما نمیخوایم اون رو شروع کنیم. کلیجا بستن. همیشه یک کار کنی یگان لباس رو بگینی برند آریانا سعید با خدا قدر فایده کنی. چند سال است دکان داری؟ ما اکتبر امام سال 20 اکتبر میشه 3 سال بالند آمده. نوستی؟ بله. ماشاءالله. و تقریبا 2 سال 3 ماه میشه کار میکنم. 2 سال 3 ماه خیلی چون فهمیدن میشه که نو دالند آمده بشی. آدم فکر نکنه دالند تولد شدی. خب قبلا در افغانستان بودین دیگه؟ بله. دمی گریز دمی تایرای امریکایی آمدین؟ والا دمی گریز.
گرزیاست. راستی میترا جان ماشاءالله بسیار دکان مقبول است. خداوند برکت بندازه. خداوند دکان تا کلان بسازه. او چه لباسای سرانه نه؟ ماشاءالله. اینمی چند دسته؟ قیمت از 970. 70 افغانی. 70. خب 70 یورو. اینجا دیگه پیسه شیرو است. ما یورو گپ میزنیم. بسیار خوب. امی بدون از اینکه کدوم دیزاین داری؟ من از یاد خوشم آمده میشه زاد. ولی داریم لباسای ما جای رسته پیرانتنبان است که برای داماتا است. پیرانتنبان یخن سینه پا. اگه داماد دادم من داماد نیستم میره پوشم چی مشکل داره؟ هیچ فرق نیست. سفید تا چی فرق میکنه؟ دیگه حالا اگه بپوشم یکی نگو یکی داماد هستی. نه نیست که مخصوص داماتا باشه. خب چون رنگ زرد است سبز است نه؟ سبز است ولی رنگ سبز بر شما خیلی یک رنگ دیگه شد. اگه یک دو رنگ دیگه نشون بدید. رنگای سرخ هم است، سبز هم است، فلس هم است، سیاه هم است. خب بسیار خوب اون سیاه است. چقدر دیگه انتخاب شما چیه؟ کلش 70 یورو است. واسکتا معمولا 70. دکان تام نامش بگو که باز اگر کمک مردم خواستن. بله دکان ما به بفروای کالند است. بازار بفروای کالند کوچی درس است. کوچی درس. کوچی درس. درس. کوچی درس. کوچی درس. کوچی درس. در بفروای کالند. بله. دوستای عزیز میترا جان بود. بسیار دختر خوب ماشاءالله نازنین بزنس وومن خوب. دیگه خوشحال شدیم. تشکر بسیار. تشکر. ما ویدیوی بیرون دکان تا گرفتم. دوستای عزیز میتونن بیان. تشکر بسیار. راستی پاکولا چند است؟ همین فقط بسیار بگو. اینا توفیشون. یک پاکولای ماشاءالله. یا یک توفی اینا چیز از طرف ما باش. نه توفه نه خوش دارم اما خودت دیگه خریدی دیگه چطور بگیرم؟ هم یک لطف کنین. خونه قیمت چه بگو یک چند پا میبینید که یک بس. امور شما من خیر است یک لطف کنین. من رخ پوشیدین. دوستای عزیز خدا خیرشون بده. تشکر. برای بسیار یک توفی اینا چیزی است. تشکر بسیار جان. من توفی دارم میگیرم. درست است؟ تشکر بسیار. تشکر زنده باشین. این توفین تنها. لای کجایی هستی میترا جان؟ حالا پاکول نام داره یا نمیفهم. ما دیگه. خب پاکول. خود از افغانستان است. از افغانستان. هر چی کوشش کردم که پول شبتم گفت نه. اینا پول چند پول نیست. تشکر از لطفتان. زنده باشین. ان شاء الله باز کلار دیگه ویدیو دیگه میپوشم. تشکر. روز خوش. توفیق ما بدین که برم دیگه. 100% باشه که پلاستیک باشه. تشکر. اینی توفیق. خداحافظ. روز خوش. میریم اینجا یک دکان افغان دیگه است. میریم اینجا چی است؟ سلام برسه. سلام. خوب است اینجا چی گپ است؟ سلام. شما خوب هستین؟ اسمتون چی است؟ نام اسد است. اسد جان بسیار خوب. چند سال هستین؟ کجا هستین؟ از هلند هستیم دیگه. هلندی یا افغانی؟ اردیش هستین؟ به حساب ازی اردیش میگیم که اصلیت افغان است. ولی خدایی زندگی میکنیم. این دکان بسیار مقبول ماشاءالله. دکان لباس پوشیز دیگه نه؟ مردانه و زنانه. است. مردانه هم داریم زنانه هم. آدرس دکان تون بگو که باز. دیگه اینجا در بفرگ اگه دوستا بیایه در حال سی. بله حال سی. بخش سی دوستای اینجا بیاین. بسیار دکان مقبول لباسای افغانی ماشاءالله. دیگه اینجا همش لباسای افغانی هستن. لباسای افغانی است. بله با سفارش ما میگیریم. پرنتونبان باشه. گند باشه. دیگه لباسای سنتی باشه. برند آریانا سعید داری؟ پورا فالوورش هست ولی چیز نداری. خودت مکزیکن هستی یا از کجا هستی؟ من افغان هستم. افغان هستی. من مکزیکن معلوم میشی. تشکر بسیار. خداحافظ. بیان دکان بسیار. راستا باید برم شکوفه را بپالم. شکوفه کجاست؟ به خاطر وعده داده بودیم که یک نیم ساعت بعد میبینیم. تقریبا حالا از نیم ساعت زیاد شد. دوستای عزیز فکر میکنم شکوفه را پیدا کردم من. شکوفه بریم. مقبول پیدا کردم. اما افغانی نیست. افغانی نیست. پاکستانی است. دوستای عزیز شکوفه را پیدا کردم دیگه. تقریبا نیم ساعت گشتم. دوستای عزیز ما رفتم یگان شاپینگ کردم. پیرانای افغانی بسیار زیاد مقبولی جاست. یک دکان میرم خوشم میایه.
دیگه دکان که میرم از او کره بهتر دیگهش خوشم میاد، دیگهش مقبولتر، دیگه از او خاطر زیاد گشتم کمک یگان چیزکای پیرانای افغانی، چادرای افغانی به خود پیدا کردم دیگه، کمک شاپینگ کردم از او خاطر شکیب جان شاپینگ کردم کمک اینجا که آدم آمد دیگه جیبا خالی میشه. دوستای عزیز خدا کنه برنامه خوشتون آمده باشه. دیگه رسیدیم به پایان برنامه. دوستا خدا کنه که از برنامه لذت برده باشین دیگه. شما بیاین اینجا واقعیت زیاد وقتتون خوش میگذره، یک جای خوب که است. در افغانستان هستین و هر چیزی که افغانی که بخواین غذا لباس اینجا پیدا میشه و ای که بسیار افغانا را آدم میبینه ساعت آدم تیر میشه دیگه. خدا کنه که سرگرمی است دیگه، اینجا هر جایی که میری یک افغان میبینی آدم دق نمیاره. بله دیگه شما حتما اینجا بیاین. برنامه را خلاص میکنیم خیمی جا دیگه. دوستای عزیز فراموشتان نشه که یوتیوب باز یک کباب مانده، کباب بخوریم. همون کباب اول چبلی کباب بخوریم. اما دوستای عزیز امروز شما خداحافظی میکنیم دیگه. ما میریم کباب و چیزا رو میخریم باز هم خانه میریم و خداحافظ دوستا، وقت خوش. و یادتان نره که شیر کنین، سابسکرایب کنین و همون زنگولگه که فشار بدین دوستا، یادتان نره. و یا قسمی که شکوفا جان گفت یادتان نره که سابسکرایب کنین، لایک کنین و همچنان زنگوله را فشار بدین یا پچق کنین. پچق میکنین یا فشار میتین، مقصد همون زنگوله را فشار بدین. خداحافظ دوستای عزیز. خداحافظ خداحافظ. ببینیم اگه دوستای عزیز اگه دوست روش کت کو پرسانش کنم در ویدیو میایی کدام یه سوس فریدون؟ اصلا پای من نبیاری. نه برو خود. خوب. کم پایان کم رید خوب از تو کت میشه. شکریش بعد جو والدم مجرد من بگیره من ایلا و مسیح یارو نگیرین میگیره مدرسه از اون نیستم. نه نگی خیر کت میکنه. اون کت میکنه. ایسا خودت کت میکنیم مگه جریمه استی. من شروع میکنم. طرف کاملا سعی باشه هم فیلم داره ما رو بیارم. پایم نبیاد با اینجا بیا که گپ از اینجا خلاص شده. اینجا شروع میکنه بازیشو بیاره. خانم زکیه بیکار هستین شما؟ گفتم فا اینجا زیاد شد دیگه. تشکر. حالا معلوم نمیشه در کامرا. ببخشید. برنامه از خدافظی میکنیم اینجا. شکوفا بس کو یک دو من فیلم دارم. شکوفا گپا رو بون می ویدیو رو جور کنم. میخوای؟ چرا؟ خودت میخوای؟ نه جانم. یک دقیقه. تشکر. خودت نه. پای من نبی. شکوفا جان بریم دمی برنامه یک دمی برنامه شکوفا جان بریم دمی دکان یک شکر. خداحافظ. باشه نال گپ ما رو بزنیم. حالا فیته دارین بعد. هلند آمدیم. پشتونه. این کامرا اینجاست اونجا سایلم به خاطر داداش. اونجا سایلم کنم. صحیح. سک ویدیو. چارج خلاص دیدی؟ با سنگایی که از افغانستان می آوردن این نقره رو درست می‌کردن. باز ایران با نام خود صادر می‌کنه. انت تکلم عربی؟ اشتیا داری شکیب جان؟ ما خو از چی شروع کنیم؟ قابلی. قابلی؟ قابلی. اول از شکم هم کرده به ما لباس مهم. لباس. این خاله اینجا شیشته. بلانی باید میتونی مقبول هستی. این جایی که بی بلانی باشه اون طرف. هر کس کار داشت به شکیب جان پیام بانه. باز ما به شکوفا جان پیام میوانم. نام شکوفا را بگیرین مشناسیش همینجا همیشه مشتریش است. برتان بلونی مفت رایگان برتان میته. روی مقبول است. دوست دارین برین افغانستان؟ خیلی دوست دارم. بریم. ما براتون ویزا میگیرم. گپ بزنیم که بچه خوب هستی نیست تخفیف میدی یا نمیدی؟ امرای ماش یا بیماش کار کنیم؟ شکوفا جان میخواد شیریخ یاد بگیره. خودت خاص خندار هستی. بله اما شیریخ چی رقم خندار شیریخ نیست. یک دو غجور میکنین که 90% شو است. از کجا پیدا کردین گندنه افغانی را؟ چیری لاندی ای قلوتورو شیراتی اون خوب میکنه.